اگر بر امت من مشکل نبود من فرمان میدادم که همراه هر نمازی که وضو میگیرن مسواک هم بزنن، یعنی واجب میکردم که مسواک بزنن، لکن واجب نشده به خاطر سختی و مشقتش. پاکی تن خیلی مهمه. مؤمنی مثلا نمازگزار 5 وقت مسجد هست، مردم نتونن دستش بگیرن، مردم نتونن معانقه بکنن، مردم نتونن مصافحه بکنن از بوی عرق و از بوی. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود کسی از شما اگر سیر خورد یا سبزی های بدبو خورد از مصلای ما دور بشه، نیاد تو جمع ما. حالا شما نگاه بکنید بعضی از ماها در اثر بی‌توجهی به پاکی تنمون و لباسمون بویی که از ما میاد از بوی سیر بدتره، از بوی سبزیجات بدبو بدتره. چطور سبزیجات منعه، سیر منعه، ولی بوی عرق و بوی تعفن بدن منع نیست. تو اگه نرسیدی که غسل بزنی، نرسیدی که خودتو پاک بکنی، اون وعده نماز جماعت نیا.